سلام، من دلم واسه بازار تنگ شده بود که اومدم. هر کی میاد دبی همه میان اینجا بلا استثنا، همه میان. اگر بدونی طلاهایی که اینجا داره هیچ جا پیدا نمی‌کنی. بعد مثلا یه دیزاینای متفاوت، بعد بازارش انقدر ترنده، همه دارن اینجا ویدیو میگیرن. دقیقاً. ببین توی قلب تجاری دبی توریست یه تجربه‌ای داره که هیچ جای دنیا نمیتونه داشته باشه. 1 کیلو طلا بپوش، عکسم بگیر باش. شال طلا، سینه ریزی از جواهر به نظام بگرد داره عزت چپونم میکنه. تو شمعی و پروانم دنیام تو زمانه به قربان عشق پاک تو مودی. این سینی منو یاد خونه مامان بزرگ با بزرگم میندازه. وقتی که نظری داشتم بچه من یه مشتری داشتم اصرار داشت که اینجا خونه بخره، چون تاجره، میخواست هم کنار کارش باشه هم خرید فروشش رو اینجا انجام بده. ببین من الان بهش مینا راشد رو پیشنهاد دادم. خب تا اون موقع ما اصلا زمین فری هولد نداشتیم. الان که داریم مینا راشد از اعمار کنار ساحل یکی از بهترین گزینه‌های فری هولد بازاره. ساحلش هم طبیعیه نه؟ آره. بچه توریستا میان این بازار، حتی میخوان واسه صحبت چیز میز بخرن، از این مگنت ها اینجا داره. چیزای سنتی دبی اینجاست.